سلام بچه‌ها، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. می‌خوام فنر فابریک ماشین روش بندازم، دوباره ارتفاع ماشین میاد بالا. فنرم میزنم برای فروش که فروخته بشه و اینکه که ماشین می‌خوام استوک کنم و معاینه فنی و بزنم برای فروش. بچه‌ها یادتون لایک و سابسکرایب کنید. کامنت هم بزنید، 100% میخونم. خیلی خوشحال میشم اگه کامنت بذارید. خواهش به این صورته که ما اینا رو باید باز کنیم. این باز میشه، این حوله باز میشه و در آخر این پیش پشت اینه که خود فنر صفر گرفته و در آخر این پیش بالا که بایشی باید روش رو صفر گیرم و داخلش باز کنم. این بر باز کردن قسمت بیرونی گرفته، این که قسمت داخلی گرفته و باز میشه این حالت. در اومد این فنر قدیمی که دومبلاگ و همه چیش نو بود. همونطور که می‌بینید فنر قدیمه فابریکه و همین الانش ببینید اینقدر با هم تفاوت دارن، تقریبا 5 سانتی میشه و این هنوز تا پایین هم نیومده. فنر فابریکو این مقدار بهش برسم چون کشتن خاکی و خراب شدن، یعنی سوراخی این کل فنر رو داغون میکنه. کلا خاکی را خیلی مهمن. حتی چربی رو داخل هم میزنه این از اینا. بعد این کل آکسه باز بشه، باید بیاد پایین که من این میله رو باز کنم. بچه ها کنیم اول جعف همون رو باز کنم که شور کنم، چون جعف همون ثابته به بدنه و برای اینکه آکسه رو باز کنم که این جلو بندی کنم تیکش رو باز کنم. بعد اول جدا بشه، بعد اون بریم سراغ کار دیگه. نوبتی باشه نوبت این که آکسر کلا دو تا پیچ راست دو تا پیچ چپش باز کنم و توسط این جکی که زدم زیرش یواش یواش بیارمش پایین و کار دیگه انجام بدم. تفاوتشون رو بهشون بهتون بگم. تفاوت به این صورته که تفاوتی که این حالت اینطوریه، این از زیر رفته، این از بالا میره. چجوریه؟ اینی که از زیر این شده بود و اینی که رو بالا این میره. خب بچه‌ها در حال حاضر الان اون باز شد اومد بیرون و آهنای رو درست کردم که مثل همین برای که اینجا پیچ بسته میشه به خود آکسه هم جلو بندی، این ورم باید همینطور بسته شن و الان باید این یکی مال قبلی رو روش بندازم. ببینم اینو چی رو میشه. این ور جا خورد، این ور سر جاش، این ور بشه ساعته، این ورم باید سر جاش. همونطور که پایینه کمک فنرم جا میندازم چون تو راحت ها جا میخوره. همونطور که فکر میکنم کمک فنر گونه تر از اون چیزی که فکر میکنم و این راحتی نمیره تو. احتمال زیاد باید یه آچاری من اینجا به فنا بدم. خواهد مشکل اینجاست که وقتی میخوام فنر جا بندازم این تیکر داخل این اون خیلی فیته و این خیلی این داخل نمیره خیلی راحتی. باید یه چیز اینجا بندازم کم بادش کنم و با اسپری چربی فلان یه جیب زور نمیفرستم داخل. اون بر خیلی سختی جا خورد. حالا بعد نوبت اینجا بندازم. خواهد بالاخره جا خورد. بعد از کلی مشکل و سختی و فلان نه الان بالا اکثر برم بالا
و پیچ ازش ببندم که تکمیل میشه همه چی. خواهش پیش جعفر اونم کلا سیف شد، دهنم سیف شد ولی بالاخره سیف شد. هم مونده ماسونسکای همین اشتابی اونا رو نصب کنم به این صورت هم نوبتی هم باشه. نوبت جهان آخر لاستیک هست. کمک پنر عقب هم باز کردم، اینجا جلو کلا بسته شد همشش، عقب و جکس هم مده بالا و کمک پنر یکی که پایین بسته و به بالا وصله و همونطور که می‌بینید اون رگلاژی هست علاوه رگلاژ و فنرشون. این کمک فنر استوکن که این سرش وصل کردم، کلا هر چی رو مدرمی وصل کردم. این حالت دوملاگا بهش میگن، یک حالت بول برینگ ماننده. برای اینو وصل کردم به این چپ و راست کلا باز کردم وصل کردم بهشون و الان با فنراشون جا میندازم دیگه. بقیه رو با هم دیگه باشیم بخشید. پایین اینجا صفر شده، فنر جا انداختم، یه مقدار استره چپ میزنم که مقدار اصلا نکنه و دو تا پیچ بکنیم بالا بس شده. چه خوشحالم که این ویدیو دیدین. امیدوارم از این ویدیو راضی بوده باشین. اینکه ماشین استوک کردم یعنی که اینکه ماشین رو کلا فنرهای فابریکیشن انداختم به خاطر این بود که کلا می‌خواستم ماشین رو بفروشم. یادتون نره که تو کارتون اکثرا اگه تونستین آچار توکمت بخرین استفاده کنین، خیلی خوبه. همین که آسیب نمی‌بینه و اون قطعه‌ای که دارین و اینکه مطمئن‌تر هستین توی جاده. بعد لایک و سابسکرایبتون نره. تا ویدیو بعدی. خدافظ.